سلام، خسته نباشید. خدمتتون رسیدم با آموزش استفاده از پیپ. ببینید، برای استفاده از پیپ نیاز به خود پیپ، فندک و فیلتر و همینطور توتون برای استفاده است و شما در کنارش میتونید یه قهوه تلخ هم استفاده بکنید. ببینید خود پیپ از دو قسمت تشکیل شده. از هم باز میشه، بین این دو فیلتر قرار میگیره. فیلتر دو تا سر داره، یه سر پلاستیکی و یک سر سرامیکی. این فیلتر چون قبلا استفاده شده ما اینو میذاریم کنار و یه فیلتر جدید برمیدارم. توجه بکنید، این فیلتر جدید سر پلاستیکی رو به دهانه، سر سرامیکی رو به آتش گاه. خب این الان سر سرامیکی میره به سمت آتشگاه. خوب که کیپ شد، قابلیت استفاده الان داره، الان آماده مصرف. خب برای تنباکو هم، تنباکو داخل پاکت های مخصوصش هست. با یک کمی ضربه تنباکو میاد بیرون، حالا با اون مقداری که نیاز دارید. تنباکو نباید انقدر پر بشه، نه خیلی کم باشه. خب تنباکو رو داخل پیپ میریزیم، با یه ذره ضربه زدن تنباکو داخل پیپ قرار میگیره. یادتون باشه در تنباکو رو همیشه بسته نگه دارید که تنباکوتون خوش نشه. درش خودش یه چسب کوچیکی داره، این چسبش بسته باشه کافیه. ببینید الان تنباکو داخل پیپه. حالا برای اینکه درست قرار بگیره ضربه میزنیم به تنباکو، میکوبیم تنباکو رو به اصطلاح. خدمتتون گفتم پیپ نیاز به فندک مخصوص پیپ داره برای پیپ کشیدن. این فندک خودش یک سری امکانات هم همراهش هست. این برای تمیز کردن، این برای خالی کردن و این برای کوبیدن توتون هستش. خود فندک هم اگه دقت کنید سرش با فندک های معمولی فرق داره و این برای روشن کردن پیپ. ببینید اگر بخواید از فندک های معمولی استفاده کنید احتمال داره دستتون بسوزه، ولی این فندک این خاصیت رو داره که دستتون نمیسوزه. خب الان پیپ روشن شده. دقت کنید که پیپ به دندونتون نخوره، یعنی این بین دو تا لب قرار بگیره و لب ها بین دندون ها و پیپ قرار بگیره. علتش اینه که پیپ خودش حرارت داره و دود داره و دود و حرارت دندونا رو آسیب میزنه، ولی زمانی که شما لب‌هاتون رو قرار میدید بین دندون هاتون این آسیب حداقلش. ولی لحظه دیدار قسم خوردیم برای هم بشیان، من کن تو شدم رام تو رفتی گذاشتی من با دلم گرفتار. چون این برای هم تمیز کردن و هم کوبیدن توتونه. هر از چنگایی که توتون روش میسوزه شما میتونید این رو بزنید، بکوبید و با استفاده از فندک باقی
پیپ رو استفاده کنید. نکته مهمی که داره، پیپ خیلی داغ نباید بشه. وقتی داغ بشه شروع میکنه توتون خیس میشه، رطوبت ایجاد میکنه و این رطوبت به فیلتر و دندانها و باقی جاها سیاه میشه. این قسمت آتشگاه باید یه حرارت ملایمی داشته باشه، نه خیلی خاموش باشه نه خیلی داغ باشه که دستتون بسوزه. این تکنیک هم برای ایجاد آتش بیشتره که انگوش رو روی آتشگاه تکون بدید. وقتی باد با سرعت بیشتری مکیده بشه دود بیشتری ایجاد میکنه. خب دقت بکنید گل پیپ به این حالته. من توصیه‌ام به عزیزان اینه که کنار پیپ همیشه قهوه تلخ استفاده بکنید که لذت بیشتری ببرید و اون عزیزانی که ممکنه فشارشو بیفته مقداری دسر مثلا کیک یا شکلات کنار قهوه‌تون باشه که اون فشار براتون زیاد افت نداشته باشه یا قند خونتون نیفته. از خوبی‌های پیپ اینه که پیپ اعتیاد نداره. شما میتونید مدت‌ها منتظر باشید تا یه تنباکوی خوب گیرتون بیاد. شاید 1 سال 2 سال نکشید ولی یه تنباکوی خوب که دیدید بکشید. ولی مضراتی هم داره پیپ که اون مضرات شامل ممکنه معده‌تون رفلکس پیدا کنه، دندون ها ممکنه زرد بشه. البته از خوبی‌های پیپ میشه گفتش که بوی خیلی معطر و بوی خیلی خوبی داره، ماندگاری بوش بیشتر هستش تا سیگار و دیگه چی بگم براتون. دوستان ببینید بعضی میگن که این پیپ که خیس میشه آب دهانه. نه، این آب دهان داخل پیپ نمیره. این تنباکو خودش رطوبت هوا رو میگیره به خصوص زمانی که این آتشگاه زیاد داغ بشه و این رطوبت رفته رفته وارد این مکنده ها میشه و میره، حتی ممکن اگه وارد نباشید تو دهنتون هم بره که یه مزه خیلی زهر و تلخی داره. برای اینکه این اتفاق نیفته بهتره که نذارید پیپ خیلی داغ بشه. بهترین تکنیکش اینه که نذارید پیپتون بی‌شفت داغ بشه. و نکته بعدی که میخواستم خدمتتون بگم اینه که پیپ برای it's not good for your respiratory system ممکنه که به دستگاه تنفسیتون آسیب بزنه و این مضرات سیگار رو داره. هر چیزی که دودزا باشه به هر حال اینطوری نیستش که آسیب نزنه، مطمئنا به دستگاه تنفسی آسیب میخوره. برای همین بهتره کمتر استفاده بکنید. خب من کنار پیپ یه کافی هم گذاشتم که این رو یه کمی تلخی کافی با تلخی پیپ کمک میکنه که آدم احساس بهتری پیدا کنه.
امیدوارم که از این آموزش من لذت برده باشید و اوقات خوبی رو سپری بکنید. در حال ما توی ایران یک سری تفریحاتی داریم که شاید سایر کشورهای دنیا اونو نداشته باشن. یکی از همین تفریحات میتونه استفاده از پیپ باشه. توی خیلی از کشورهای دنیا این پیپ رو حق استفاده ندارن. یادتون باشه اگر هتل میرید یا توی اتوبوس، مترو، اماکن عمومی از پیپ استفاده نکنید. خارج از کشور جریمه‌های خیلی سنگینی داره. ممکنه بعضن تا 100 میلیون، 50 میلیون جریمه بشید. یادتون باشه بهترین هدیه ورزش هستش که انسان ها میتونن از اون بهره مند بشن. و عبادت خداوند. شما اگر ورزش کنید، یوگا کنید، تایچی، بدنسازی، ورزش هایی که شما رو به شادابی و سلامتی میبره، ورزش هایی که مفاصل شما رو آسیب نزنه، مفاصل شما رو تقویت کنه، عضلات شما رو قوی تر بکنه، سیستم تنفسی شما رو بهبود بده، سیستم جریان خون شما، کاردیوواسکولار شما، قلب و اینها، عروق رو بهبود بده، ورزش هستش. و بهترین راه برای سلامت بودن عبادت هستش. عبادت میاد ذهن شما رو و درگیری‌های ذهن شما رو، حالا هر دینی که هستید، از دین تشیع که در ایران هست تا هندویسم و بودایسم و مسیحیت و سایر فرق دینی، کلا شما در هر آیین و مذهبی که هستید عبادت یادتون نره. عبادت باعث میشه که شما با خودتون دوست بشید، آرامش پیدا کنید و یک نیروی پاک و یک نیروی بسیار بالا بلند و قوی شما رو احاطه میکنه و نمیذاره شما آسیب ببینید به خاطر یک سری مسائل خیلی پوچ. افرادی که آتئیست هستن یا آیین الهی خاصی رو ندارن، اینها اولین مشکلی که براشون پیش میاد مشکل اعصاب و روان هستش. و حالا جدا از این که اصلا در ایرانی همچین افرادی وجود ندارن، ولی در کشورهای foreign countries if they don't believe in God they will be psycho problem in a lot of patient, a lot of illness are because you don't believe in God, you don't trust in God. توصیه من اینه که حتما ایمان رو روش کار کنید، ایمان خودتون رو پرورش بدید، نگذارید که خیلی راحت این لذت و آرامشی که از دین ایجاد میشه از دست بدید. خب من کاری به تصحیح ندارم، یعنی اون بحث اینکه شما مثلا
فشار بیش از حد بیارید به خودتون اینا، اون بستگی به اون میزان اعتقاد داره. ولی واقعا خود دین یک بحث عالی هستش، در حد انجام واجباتتون، در حد انجام مناسک مذهبی که مستحب هستش کفایت میکنه. حالا بعضی ها تحزبی دارن و اصلا میان کاملا فرامین دین رو در حد ائمه اطهار و پیامبرها میرن، این خیلی سخت هستش. نیاز نداریم ارتباطاتمون سالم باشه، خوب باشه، کافی هستش. زیباترین چیزی که خداوند به انسان داده، اصلا انسان ها دارن، همین دین هستش. واقعا هر کسی که انسانی باشه، دیندار باشه، بسیار زیباست، بسیار دوست داشتنی هستش و این خودش خیلی میتونه به ما لذت بده، خیلی به ما آرامش بده و باید همیشه شاکر باشیم. افرادی که میبینید یک کمی مثلا درگیری هاشون باعث میشه که اینها فاصله شون از پروردگارشون زیاد بشه، اینها هم به خودشون آسیب میزنن، هم به محیط پیرامونشون. 90% خودشون آسیب میبینن، 10% پیرامونشون. و نکته پایانی این که کسایی که با علم و فلسفه میخوان مسیر خودشون رو پیدا بکنن، یادشون باشه که هم علم هم فلسفه مثل یک نوزاد 5-6 ماهه میمونه و نیاز داره که رشد کنه، پرورش پیدا کنه تا یک فرد بالغ کاملی بشه. برای همین نمیتونه یک نوزاد 5-6 ماهه من رو یا شما رو راهنمایی بکنه، اون خودش نیاز به کمک من و شما داره. یعنی اگر کسایی هستن که اهل علم و فلسفه هستن، اینها خودشون باید بیان این رو رشد بدن. یعنی علم هیچ وقت کافی نبوده، فلسفه هیچ وقت کافی نبوده و برای اینکه بیاد رشد پیدا بکنه نیاز به تمام کمک بشریت داره و ما باید هر کدوممون یک نابغه باشیم، هر کدوممون یک مخترع باشیم. چرا فقط ادیسون باید یکی باشه؟ چرا نیچه فقط باید یکی باشه؟ پس ما چی کار داریم میکنیم؟ هر کدوم از ما باید بیایم و در بحث و گسترش علم، حالا چه علم‌های مثل شیمی، فیزیک، دانش اتمی، اینها خب تخصصی تر هستش، نیاز داره که شما مطالعات ابتداییتون بیشتر باشه. اینطور نیستش که مثلا بگیم آقا فیزیک و شیمی خیلی سخته یا پزشکی خیلی سخته. نه، اینها اتفاقا ساده تر هستش. اینها مسئله اینه که شما باید بید یک سری در حد یک بچلر، در حد یک لیسانس، یه اطلاعات کافی از این مسائل علمی داشته باشید. مثلا شیمی، فیزیک، ریاضی، اینها مقدماتش رو بلد باشید. یه حدود 40 واحد شاید لازم باشه از هر درسی پاس کنید. این 40 واحد بعد شما میتونید بیاید اختراع بکنید. یعنی بیاید مثلا توی جدول مندلیوف میبینید که مسکویوم یه عنصریه که جدیداً کشف شده. پس معلومه ما هنوز میتونیم عناصر جدید رو حتی در حد کشف عناصر اگر بخوایم کار کنیم توی آزمایشگاه‌ها. دیگه شما زمانی که اون 40 واحد 50 واحد رو پاس کردید، دیگه کارتون برای PhD و مستر و اینها کار آزمایشگاهیه. باید برید از امکانات دولت، امکانات دانشگاه‌ها استفاده میکنید و این خودش حالا توی محفل علمی به این حالته. اگه بالاتر جهنم جایی هست تو هم میای، من میدونم. فلسفه اگه بیای با هم خونه میگیری بچه دار میشیم.
یه خونه میسازیم دور تا دورش آتیش، یه خونه که دست هیچ که بهش نرسی نتونم مرسم بگیرم. پروانم پرزد پیل رفت، منم دارم میشم بیبی پیر من، شبم دارم میشم خیلی تیر بیاد و ضد اون خودش یک دانش جدید و بهتری باشه. ما این رو بارها توی مسائل فیزیک دیدیم، توی مسائل ریاضیات دیدیم و همینطور توی فلسفه هم دیدیم که یک فیلسوف میاد منتقد نظریات قبلی هستش و این خودش یک کمکی میکنه به رشد علم. حتی من میخوام بگم در پزشکی هم همینطور هستش، یعنی اینطور نیستش که پزشکی فقط یک روش باشه، درمان‌های متفاوت هست اگه بیای با هم خونه و بچه‌دار میشیم، یه خونه میسازیم دور تا دورش آتیش، یه خونه که دست هیچ که بهش نرسی نتونم رو بهره‌مند کنه از این نبوغ. پروانم پرزد پیل رفت، منم دارم میشم بیبی پیر من، شبم دارم میشم خیلی تیر خیلی من از همراهیتون دارم که اوقات خوبی داشته باشید.